پدافنده داره کار میکنه، پدافنده هوایی داره کار میکنه به شرق اصفهان. به جلسه تیرو هیچ خبری نبود. پدافنده دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که میبینید صدایشون بود و اینجا امن هیچ خبری نیست. حداقل فضای اصفهان رو می‌بینید که کاملا شهر در امنیت و آرامش هست، مردم دارن زندگی عادی خودشون انجام میدن. فکر میکنم حدود 1-2 ساعت پیش نیمه شب صداهایی در آسمان اصفهان شنیده میشه که اون چیزی که ما اطلاعات کسب کردیم چند تا ریز پرنده در آسمان اصفهان حرکت میکرده که مورد هدف قرار گرفته و خب حالا تا این لحظه مسئولان امنیتی استان اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ما نذاشتن. I answered them as best as I could. Thank you. صبرت والله صبرت. المطار طاح المطار وين؟ Well, we want to see coordinated sanctions against Iran. Britain has in many ways led the way with our new sanctions regime, sanctioning dozens of people in Iran, sanctioning the IRGC in its entirety. And I think there's more that we can do to show united front that Iran is behind so much of the malign activity in this region, backing Hamas, backing Hezbollah, backing the Houthis. They need to be given a clear and unequivocal message by the G7. و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار يا اولاد يا اولاد يا اولاد يا ابوي على المكلتين على المكلتين خبط في دار.
صبرت والله صبرت المطار في المطار طاح في المطار المطار جوا وي ماشي دور They, world leaders, offer various suggestions and advice. I appreciate it, but I want to make it clear that we will make our own decisions, and the State of Israel will take all necessary measures to defend itself.